چیست؟ در قدم اول باید بگویم نومان جان که در طول تاریخ بشر هر بیماری جسمی که بوده بیماری های روانی هم در پالوش بوده. مثلا اگر تکلیف قلبی به عنوان یک بیماری جسمی یک مریضی جسمی در بشر در بین مردم بوده، افسردگی به عنوان یک اختلال روانی یا یک مشکل روانی در بین جوامع موجود بوده و از اختلالات روانی و مریضی روانی انکار کردن نمیتونیم. متاسفانه موضوع مهمی است که در طول تاریخ بشر رفتار مردم امرای مریض روانی و امراض روانی بعد از زشت و غلط بوده. در دنیای قدیم تا بسیار ببخشید در دنیای قدیم تا قرنهای وسطی وقتی یک کس مریض روانی میشد میزدنش، لطکوبش میکردن، تحقیرش میکردن، بستش میکردن، سرش به داخل کوره آتش داغ میبردن و باورشانی بود که در وجودش جن و شیطان داخل شده و وقتی که شکنجهش کنیم جن و شیطان از وجودش میبرایه و یک روش خطرناک دیگه به نام ترفنینگ موجود بوده. در سابق وقتی یک کس مریض روانی میشد جمجمهش به شکل مربعی شکل سوراخ میکردن و باورشانی بود که اجنه و شیطان که در وجودش خانه کرده یک مجرا یک راه جور کنن و ازیرا جن و شیطان از وجودش برایه که متاسفانه این وضعیت تا امروز در کشور ما وجود داره. مثلا یکی از جایی که ما میشناسم در ولایت ننگرهار یک جایی از به نام میالی صاحب که مریض روانی را بسته میکنن، شکنجهش میکنن، حتی روزا نان و مرچ برش میده. تصور کنه وقتی که ما به یک فرد سالم روزا نان و مرچ میتیم این باعث افت ویتامینای بدنش میشه که حتی باعث مرگش میشه. دیگه چی مانده کمرای یک مریض روانی ما این قسم کنیم. و موضوع دیگه وقتی یک کس مریض روانی میشه در جامعه ما یک مشکل دیگه که وجود داره ای است که از طرف اطرافیایش از طرف جامعه تاپای مختلف میخورن. تو روانیستی، تو دیوانستی، تو دیگه از دست رفتی که بر علاوه که چیزا زشت و بد است و به مریض روانی کمک نمیکنه دیگه مشکلش زیادتر میکنه. بله. علائم افسردگی چی است شبیه؟ در قسمت علائم افسردگی نومان جان انشالله ما گپ خواهد زدم. در اول باید بگیم که خود افسردگی در دنیای امروز به عنوان یک بیماری روانی، به عنوان یک مشکل روانی، به عنوان یک اختلال روانی، اگر به زبان ساده تر بگیم به عنوان یک مریضی روانی شناخته میشه. معمولا علت افسردگی ها را دو رویداد میگن. یکی از دست دادن ها و دیگه شکست ها. مثلا در زندگی چیزی را از دست میدیم، این ما را افسرده میتونه بسازه، یا شکست میخوریم، این میتونه ما را افسرده بسازه. مثلا یک عزیز خود از دست میدیم، والدین خود از دست میدیم، یک دوست نزدیک خود از دست میدیم، این میتونه که ما را افسرده بسازه. و در قسمت از دست دادن باید در قسمت ببخشید شکست ها باید بگویم که مثلا در تجارت شکست میخوریم، در یک امتحان ناکام میشیم شکست میخوریم، این میتونه که ما را افسرده بسازه. افراد که افسرده هستند یک اندازه خصوصیات دارن. یعنی چی رقم هستن؟ میخوایم درباره خصوصیاتشان گپ بزنم. کسایی که افسرده هستند غمگین هستند، پریشان هستند، زود گریان میکنن، لبخند کم میزنن، از زندگی ناامید هستند، دنیا چی رقم جای است، مردم را بد میبینن، دنیا را بد میبینن، از جامعه دور میشن، خوش دارن تنها باشن، از همه چیز دل سرد هستند در زندگی. حتی کارهایی که گفته میشه سابق مثلا برشان لذت بخش بود، مثلا سابق مطالعه میکرد برش لذت بخش بود، مگر امروز که افسرده شده دیگه که مطالعه برش لذت بخش نیست. بی انگیزه هستند، به تمام کارهایی که طول روز انجام میدن بی انگیزه هستند. فکر میکنن یک آینده بسیار تاریک و بد منتظرشان است. خود مسخره میکنن، خود بی لیاقت فکر میکنن، باورای منفی دارن. قسمی که گفتم مثلا دنیا را جای بد میبینن، مردم انسانای بد میبینن و حتی خود احتمال بعضی وقتا بد میبینن. گپایشان و کارایشان آهسته است. مثلا ما امروز یک مریض افسرده ششته میبینیم بسیار آهسته گپ میزنن و کارایی که انجام میدن بسیار آهسته آهسته انجام میدن و با جملات کوتاه جواب میدن. مثلا اگر یک جمله ما ازش پرسان کنیم، یک سوال پرسان کنیم که حداقل باید چند دقیقه در او باره گپ بزنه، مگر با یک جواب احمد جان چطور هستی، دیروز چی کردی، خب خلاص یک جمله یک کلمه که بسیار خرد جواب میدن. ساعتها در جای خو خود میمانند و نمیتونن که بلند شوند و دلشان نمیشه، حتی احتمالا بالاتر از 15 ساعت در جای خو خود باقی میمانند. کسایی که بسیار میبخشین، کسایی که علائم افسردگی در خوابشان هم تاثیر داشته
بله، علائم افسردگی در خواب یکی از علائم مهم افسردگی خواب است. در کتاب DSM-5 Diagnostic and Statistical of Manual Mental Disorder چاپ 5 کتاب در بازار موجود است. بیشتر از 620 اختلال روانی یا مریضی روانی داریم که در کتاب طبقه بندی شده. در کتاب DSM-5 به افسردگی یک موضوع مهم باید اول اشاره کنم که افسردگی همراه جگرخون بودن و اندوهگین بودن به یکی 2 روز یا یک هفته بسیار فرق میکنه. مثلا یک کسی که یک روز 2 روز یک هفته جگرخون است و دوباره خوب میشه نمیتونیم گفته که افسرده است. یک عزیز والد خود از دست میده، مادر پدر یک دوست نزدیک خود از دست میده، افسرده میشه و یک هفته طول میکشه، یک چند روز طول میکشه دوباره خوب میشه نمیتونیم گفته که فرد افسرده است. در کتاب DSM-5 نوع علامه به اختلالات روانی گفته شده. بله. که از 9 علامه 5 علامهش باید در وجود یک فرد صدق کنه و بیشتر از 2 هفته دوام کنه که بعد از او گفته بتانیم که فرد افسرده است. این 9 علامه را من خدمت شما متواتر بیان میکنم. علامه اول خلق افسرده دارن، قسمی که گفتم گریان میکنن، احساس ناامیدی دارن، دوری میکنن از مردم، از جامعه. علامه دوم در طول روز به تمام کارهای خود بی علاقه هستند، بی انگیزه هستند. علامه سوم چاقی و لاغری. مثلا کسی که افسرده میشه یا وزن میگیره یا وزن میبازه. موضوع مهمی را که شما اشاره کردید نومان جان، بیخوابی یا پرخوابی پیدا میکنن، ایزومینیا یا هایپرسومینیا پیدا میکنن. مثلا یک انسان سالم باید در طول 24 ساعت 8 ساعت خواب نرمال داشته باشه. اگه این خواب مثلا به 4 ساعت و 3 ساعت 2 ساعت یا تا این دیگه مشکل است، مشکل ایجاد شده. و یا این خواب میره به 14 ساعت و 15 ساعت و 13 ساعت، این هم دیگه مشکل است که بر فرد ایجاد شده. و کسی که افسرده میشه معمولا یا خوابشان زیاد میشه یا خوابشان کم میشه که یکی از علائم مهم افسردگی است. علائم دیگه افسردگی تقریبا هر روز احساس میکنن که بی‌حال شدن و انرژی از دست داده میرن، کم تحریکی پیدا میکنن یا پر تحریکی پیدا میکنن، احساس گناه پیدا میکنن، به مرگ و خودکشی فکر میکنن و تمرکزشان جمع نیست. مثلا اگه امرای ما گپ بزنه 10 دقیقه درباره مثلا لباس ما گپ میزنه، 10 دقیقه دیگه میره درباره یک موضوعی که بیخی مخالف از گپ میزنه، فکرشان جمع نیست، تمرکزشان جمع نیست. یکی از علتهای از که یا تنها میشه چی است؟ چرا میخوان یعنی تنها باشن، که خود باشن در جمع یا در یک جامعه یا که رفیقای خود نمی باشن؟ 2 علت داره نومان جان. اگر علت فیزیولوژیک باشه تاثیر هورمونا است. مثلا ما در قسمت تداوی و درمانشان یادآور خواهد شدم. مثلا یکی از هورمونایی که در افسردگی رول داره هورمونی است به نام سروتونین که هورمون در مغز کاهش پیدا میکنه و علت میشه بینمی که نمی علای میره که من گفتم در وجود ما پیدا شود. و علت دیگهش علت محیطی است. مثلا یک مشکل در محیط فرد پیدا که دوی افسردش ساخته، گوشگیر میشن از محیط و از اجتماع. یعنی در مجموع 2 علت باعث شده میتونه که یک فرد از اجتماع و از این مسائل به خصوص در قسمت افسردگی دور شوند. در قسمت شیوع یا نشر و پخش افسردگی باید در جامعه بگویم که زنها 3 برابر بیشتر از مردا به افسردگی مبتلا میشن. مثلا اگر در جامعه یک مرد افسرده است در مقابل 3 زن افسرده است. اگر 100 مرد افسرده است در مقابل 300 زن افسرده است. اگر 1000 مرد افسرده است در مقابل 3000 زن افسرده است. آمار نشر و پخش و شیوع افسردگی در جامعه به این شکل است. اما موضوع مهم چیست که خودکشی و موفقیت در خودکشی در مردا بالا است. و معمولا گفته میشه شیوهایی را که زنها به خودکشی استفاده میکنن وقتی افسرده هستند و مردا استفاده میکنه، اینمی علتش هست که مردا موفق میشن و زنها نمیشن. مثال میگم، مثلا یک زن افسرده است، امرای پل دست خود کم اوگار میکنه و به اساس حس عاطفیشان اولادشان یادشان میاد یا مادر پدرشان یادشان میاد، منصرف میشن از این کار میگذرن. اما یک مرد وقت خودکشی میکنه شیوه خطرناک خودکشی را انتخاب میکنن. مثلا در چتر ریسمان مندازن، خود القاویز میکنن، چوکی دیگه اون طرف شده، دیگه راه برگشت یا وجود نداره. و چطور اشخاص بفهمند که ما دچار افسردگی شدیم؟ یعنی چی مدت زمان داره که آدم پی ببره که ما افسرده شدیم؟ قسمه که گفتم نومان جان،
حداقل افسردگی امر احساس اندوهگین بودن، جگرخون بودن فرق میکنه. مثلا ما با یکی 2 روز 3 روز یک هفته جگرخون هستیم، بس نرمال میشیم و نمیتونیم گفته که فرد افسرده است یا ما افسرده شدیم. قسمی که گفتم افسردگی 9 علامه داره، 9 علامه تشخیصی داره که حداقل 5 تاش در وجود یک فرد صدق کنه و بیشتر از 2 هفته دوام کنه. حتی اگر 5 تا در وجود یک فرد صدق کنه و 1 هفته دوام کنه دوباره پس نرمال شود، دیگه نمیتونیم گفته که فرد افسرده است. 9 علامه بیشتر از 2 هفته دوام کنه باز تشخیص میشه از نگاه بالینی یا کلینیکی، روانشناسی کلینیکی، که باز فرد افسرده است. دوستا و فامیل چقدر بالای افسردگی یک شخصی که افسرده است چقدر میتونن تاثیر داشته باشن؟ یعنی اگر کدازو به شکل مریض رفتار شوه و یا هم گفتار شوه، این خب به نظر ما خوبتر است که آدم متوجه می باشه. اما به یک شکلی که شما قبلا هم یاد کردیم که روانی بگویش یا افسرده بگویش، چقدر بعد سرشان تاثیر داره؟ بله، فقط افسردگی نه، در تمام اختلالات روانی باید مریض روانی، کسی که مشکل داره، باید حمایت شود و فقط افسردگی موضوع صدق نمیکنه. و بر علاوه که ما تاپه میزنیم، مفید واقع نمیشیم، بدتر واقع شده میریم. این طبعا تاثیر منفی داره. در قسمت علتهای افسردگی باید بگیم که افسردگی علتهای بسیار زیاد داره، اما علتهای مهم سرش گپ میزنیم. خشم، عصبانیت میتونه که ما را افسرده بسازه. اگه یک آدم خشمگین هستیم و عصبانی میشیم، این میتونه که ما را افسرده بسازه. خشم یک احساس بد و منفی است و عصبانیت یک رفتار بد و منفی است. مثلا میمان در خانه ما آمده، طفل ما یک بی‌تربیتی میکنه، خشمگین هستیم مگر نمیخیزیم نمیزنیمش، اینمی احساس خشم میگه. اگه تو باشی میتونه ما را افسرده بسازه. و عصبانیت یک رفتار بد و منفی است. وقتی میمان خانه ما آمده، طفل ما یک بیادبی میکنه، میخیزیم میزنیمش، این دیگه امو احساس خشم به رفتار تبدیل شد، کی عصبانیت میگیم. اگه یک آدم خشمگین عصبانی است، میتونه ما را افسرده بسازه. وابستگی به انسان ها میتونه ما را افسرده بسازه. معمولا ما یکی بند ناف جسمی داریم که وقت طفل تولد میشه بند ناف کنده میشه. یکی بند ناف روانی داریم که طفل باید حداقل تا سن 3 سالگی این استقلال پیدا کنه. مثلا کارهای عادی خود مادر و پدر برش باید یاد داده بتانن و یاد بتن که کارهای عادی زندگی خود مثلا کده بتانه، وابسته تربیش نکنن. مثلا طفل آب میخواه، نیازایش برآورده کنن، اما برش یاد بتن که بچه مینی گیلاس اینجا اینی رقم‌ها گرفته میشه، توی رقمی نیازت برآورده بساز. اما اگه کار نکنن، طفل کلان شده، مادر دیگه دویده میای برش شو میته، مادر نان دویده میای برش نان میته. یک کودک است مثلا 12 ساله، نیازایش یک کس دیگه پورا میکنه. این طفل وابسته تربیه میشه و در بزرگسالی وقت مادر نمی باشه و کسایی کی برش وابسته است نمی باشه، این یک علت شده میتونه به افسردگیش. معمولا وابستگی در مجموع در زندگی، وابستگی به انسانای دیگه ما را افسرده میسازه. اگر ما از بحث دور نشیم، شما یاد کردین که وابسته شدن علتش چی است؟ یعنی از چی میترسن که اگر که نفر مقابل از پیششون دور شود، ترس از تنهایی دارن، اما نفرایی که افسرده است میگن تنها میباشن. این چرا وابسته باز میشن؟ بله، جریان رشد انسان است نومان جان. جریان رشد انسان است. اگر طفل وابسته تربیه شوه، چون نیازهای خود در وجود یک کس دیگه میبینه، مثلا او کس فعلا نیست، این دیگه در مانده من چی کنم، این یک علت میشه به افسردگی. و در قسمت علت دیگه افسردگی باید بگویم که نبود امنیت میتونه ما را افسرده بسازه. امنیت باید در 3 ساحه وجود داشته باشه. از زمان تولد تا بزرگسالی در 3 ساحه باید ما امنیت داشته باشیم. در خانه به طفل ما امنیت باشه، مثلا کودک ما یک گپ میزنه، تحقیر نشه، توهین نشه، تو چوب شد، تو حق گپ زدن نداری، کلانا گپ میزنه، یک علت شده میتونه به افسردگیشان در کودکی. وقتی طفل میره به مکتب، با محیط اکادمیک میره، تعلیمی میرن، در اون محیط باید برشان امنیت باشه، خود ابراز کرده بتونه، لط کوب نشن، چوب ساخته نشن، که در اون محیط مگه این محیط سالم نباشه، به این شکل که ما گفتم نباشه، میتونه افسرده بسازشانه. و در مجموع در تمام جامعه باید محیط باشه، امنیت باشه، در تمام محیط جامعه ما باید امنیت باشه که افسرده نشیم. و نبود امنیت، این امنیت اگر نباشه، از نگاه روانی مفهوم امنیت بود، اگه امنیت نباشه ما میتونیم که افسرده شیم. اشتباهات، شکست‌ها و گپ مردم ما را میتونه که افسرده بسازه. اگر در زندگی یک اشتباهی میکنیم،
اشتباهات خود باید بپذیریم و اشتباهات معمولا دوست ماست، بر ما نشان میده که بیا در تو راه را غلط آمدی، اشتباه کردی، برو راه صحیح را پیدا کن. و شکستام اینا افسرده در کجا میشه؟ وقتی اگه اشتباه کردیم دیگه رفتیم، مثلا تنها شدیم، فکر میکنیم که اشتباه کردیم، دیگه خود خورده میریم، شروع میشه از اونجا نمی احساس افسردگی شروع میشه، خود تخریب کرده میریم. وقت ما کم است، فقط میخوایم پرسان کنم چقدر وقت باید تداوی شود افراد که افسرده هستند و کدام راههای تداوی ما است؟ بله. در قسمت تداوی افسردگی دو نوع تداوی داریم، یکی به نام درگ تراپی، یکی به نام سایکوتراپی، دوا درمانی و روان درمانی. دوایی که به خاطر افسردگی تجویز میشه باید تحت نظر یک دکتر متخصص شروع شود و تحت نظر یک دکتر متخصص پس ختم شود. استفاده خودسرانهشان بسیار مضر است و در مجموع تمام دوا باید استفاده نشه، اما دوای اعصاب و خصوصا دوایی که به مشکلات روانی تجویز میشن تحت یک نظر دکتر متخصص شروع شود، تحت نظر دکتر متخصص دوباره پس قطع شود. 3 فامیل از دوای است به خاطر افسردگی. فامیل اول SSRI سلکتیو سروتونین ریاپتیک اینهیبیتور است. قسمی که ما گفتم سروتونین در مغز پایین می و این دوا سروتونین در مغز بالا میبرند. این دوا سرترالین است، فلوکزاتین است، پاروکزاتین است، سرتالوپرام است. این دوایی است که مربوط زی فامیل میشه. فامیل دیگه به نام مونامینوکسیدایزا یاد میشن. دوایی که در فامیل است ترانیلسپلومین است، فنالزین است و دوایی که و دیگه دوای سه حلقه‌ای است که به نام ایمیپیرامین، میتریپتیل، نورتریپتیلین دوایی است که تجویز میشه. و در قسمت تداوی روانیشان عیناً دوا باید قسم تجویز میشه نظر به مشکل مریض، نظر به وضعیت مریض. و تداوی روانی مثلا بیهیویر تراپی، شناخت درمانی، باورهای غلط و منفی فرد اصلاح میکنن، امرش کار میکنه دکتر روانشناسش. مثلا احساس خود دنیا را بد میبینن، مردم را بد میبینن، امرای باورها کار میشه. یا رفتار درمانی، رفتارهای مشکل دارشان اصلاح میکنه. یا در آخر تداوی خوبتر از است کردویش ترکیب کردن به نام CBT کاگنیتیو بیهیویر تراپی، رفتار درمانی شناختی یا عقلانی. هم رفتارهایشان در این زمان تداوی میکنن و هم فکرها و باورهای منفیشانه. و چقدر وقت مدت زمان ضرورت داره تداوی؟ معمولا مشکلات روانی تداویشان یک زمان دیرتر، زمان طولانی تر ضرورت داره. یک کسی که مثلا افسرده است اگر دوا ضرورت میشه دوای خود میگیره و تداوی روانیش خصوصا روان درمانی یا سایکوتراپی این حداقل باید حداقل افسردگی که شدید است حداقل 6 ماه و شاید بیشتر از 6 ماه دوام کنه. بسیار خوب، شما بسیار خوش آمدین به برنامه سلام صبح بخیر و انشاءالله در برنامه‌های بعدی شما را خواهد داشتیم. تشکر از شما، تشکر از دعوتتان. سلامت باشین. سلامت باشین. شبیر احمد هستند، روانشناس که درباره افسردگی به ما معلومات دادن و فعلا هم بسته معلوماتی را درباره مچ براتان آماده دیدیم و بعدا هم غلام سرور نبیزاده طبیب سنتی ما در برنامه با ما خواهد بودند و سوالات خود ازشان داشتیم.